حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند یک شب آماده خواب بودم که پدرم رسول خدا بر من وارد شد و فرمودند ای فاطمه جان نخواب مگر اینکه 4 عمل را به جا آوری. 1. قرآن را ختم کنی. 2. پیامبران را شفیع خود گردانی. 3. مؤمنین و مؤمنات را از خود راضی و خشنود سازی. 4. حج واجب و عمره را به جای آوری. حضرت این جملات را بیان فرمود و مشغول به خواندن نماز شد. صبر کردم تا نمازش پایان یافت. بیدرنگ گفتم ای رسول خدا، مرا به 4 عمل بزرگ سفارش فرمودی که در این وقت محدود توان و فرصت انجام آن را ندارم. پدرم تبسمی کرد و فرمودند ای فاطمه جان، هرگاه قبل از خواب 3 مرتبه سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد را بخوانی گویا قرآن را ختم کردی و هرگاه بر من و پیامبران پیش از من درود و صلوات بفرستی همه ما شفیعان تو خواهیم بود. مانند ذکر این صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین. هرگاه برای برادران و خواهران دینی و با ایمان خود طلب آمرزش و مغفرت نمایی همگی آنها را از خود راضی و خشنود ساخته ای. مانند این ذکر: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. و هرگاه بگویی سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر گویا حج تمتع و حج عمره به جا آورده ای.